میگن اصطلاح دست با درازتر ممکنه برای بیان وضعیت هیئت مذاکره کننده رژیم یا به قول مردم بازوقمون ساقی‌های جام زهر خامنه‌ای گویا و کافی نباشه دیگه. شاید اصطلاح ریش از قبل درازتر منطبق‌تر باشه بر واقعیت، چون این محمد جواد ظریف نفر بندوبستای خارجی رژیم که به ادا و اصول و اطوارهای محوعش در به اصطلاح مذاکرات شناخته میشه، اخیراً و پا به پای شکست مذاکرات و تأثیر کردن جام زهر عقب نشینی وارد عرصه دگردیسی ریشی هم شده و از ریش بزی به سمت ریش آخوندی حرکت کرده. لابد میخواد روی روند مذاکرات وین تأثیر بذاره. میگن تو فیسبوکش هم یکی از نفراتش براش نوشته که خیلی ناامید شدم، یعنی انقدر فشار روته. در جواب باید گفتش که نه، اگه قرار بود نسبت دقیقی برقرار باشه بین فشار روی رژیم با ابعاد ریش سردمدارا و عواملش بعد از اعتراضات مردمی در هفته گذشته و بنبست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی رژیم و طلسم شکستگی خامنه‌ای و سیلی‌های مختلفی که از مقاومت دریافت کردن، الان باید ریش اینا رو با کامیون جابجا می‌کردن. اگه اهل قصه نیستی ای که شادی